رضاشاه قبل از تاج یه چیز بیشتر نداشت، نه اسم نه پشتوانه، فقط یه ترس عمیق از ضعیف بودن و بعضی آدما برای فرار از ضعف هر کاری میکنن. اوایل قرن بیستم ایران هنوز زیر سایه قاجار نفس میکشید، کشوری خسته با دولتی ضعیف، با آینده‌ای که هیچ کس بهش مطمئن نبود. رضاخان توی فقر به دنیا اومد، اما فقر نداشتن پول نیست، فقر یعنی هیچ کس منتظرت نیست. یعنی اگه زمین خوردی خودتی و خاک. پدرش خیلی زود از زندگیش حذف شد، نه قهرمانانه، نه با داستان، ساده و بی صدا. همونجا یه باور تو ذهنش شکل گرفت: تو این دنیا یا قوی میشی یا له. اون بچه شلوغی نبود، معترض هم نبود، ساکت بود و آدمای ساکت بیشتر میبینن. دنبال عدالت نبود، دنبال امنیت بود. و تو دنیایی که بزرگ شد، امنیت فقط یه معنی داشت: قدرت. قزاقخانه جایی نبود که مرد بسازه، جایی بود که مردها رو امتحان میکرد. نظم با داد زدن یاد داده میشد و اشتباه هزینه داشت. یا میشکستی یا تبدیل میشدی به چیزی که بقیه ازش حساب بدارن. اونجا فهمید که فقط زور بازو کافی نیست، باید دیده میشدی و دیده شدن همیشه امن نیست. اولین انتخاب واقعی همونجا شکل گرفت: این که مثل بقیه بمونه یا فرق داشته باشه. کم کم یاد گرفت کی صبر کنه و کی بدون هشدار ضربه بزنه. دوست و دشمن رو با حرف زدن نمیسنجید، با نگاه میسنجید و زود فهمید تو دنیای قدرت مهم نیست چی میگی، مهم اینه کی آخرش وایسه. قدرت اما یه خط باریک داره، اول ازش رد نمیشی، فقط بهش عادت میکنی و یه روز میفهمی داری کارایی میکنی که قبلا ازش متنفر بودی. اون روزها احمدشاه هنوز پادشاه بود، اما قدرت واقعی نه تو تاج، که تو تصمیم‌های پشت پرده میچرخید. رضاخان این رو زود فهمید: راه آینده فقط از اسلحه نمیگذشت، باید دید، باید سنجید و باید صبر کرد. هر مسیر قدرت یه نقطه داره که بعد از اون دیگه برگشتی نیست. اون از اون نقطه رد شد، حتی اگه خودش هنوز اسمش رو نمیدونست. اینجا هنوز پادشاهی در کار نبود، فقط مردی بود که ارتش، سیاست و ترس آرام آرام دورش جمع شده. و بعد تاج رسید. نه با هیجان، نه با جشن، فقط نتیجه یه زنجیره انتخاب. اما سوال این نیست که چطور به قدرت رسید، سوال اینه که قدرت بعدش باهاش چیکار کرد. چون داستان دقیقاً از همینجا شروع میشه، وقتی مردی که با ترس ساخته شده کشور رو دست میگیره، نظم میاره یا فقط ترس رو بزرگتر میکنه.